خب سلام به همه دوستان عزیز. تو این ویدیو میخواستم براتون الگوریتم های KNN و نیویز رو توضیح بدم، حالا کدشون رو که ببینیم به چه شکل هستن و خب با هم دیگه کد زنیش رو انجام میدیم احتمالا. خب توی اولین کاری که واسه کد زدن میکنین حتما توی دیتا ماینینگ ما چون خیلی برامون مهمه این داستان ها، نامپای، پانداس و مطپلاتیو دیگه از همه مهمترین این سه تا حتما همون اول کار اصلا اون کتابخونه هاشو فراخوان بدین حتما. حالا این از بعضی از دوستان مثلا میپرسیدن از چیه، ما این از رو میزنیم که بتونیم بعدا برای اینکه بخوایم ازش استفاده کنیم از این کتابخونه نامپای دیگه نیایم مثلا کل کلمه نامپای رو استفاده کنیم بزنیم نامپای دات فلان، میزنیم mp دات فلان، یه جای اختصار بهش میده. خب اینجا من الان از محیط کلاب استفاده کردم برای کد زنی. حالا دوستانی که از جوپیتر هم استفاده میکنن به همین شکل، هیچ فرقی نمیکنه، فقط تنها فرقشون توی بخش فراخوان دیتا سته که این کد عین همه، فقط شما توی کلاب نیازی نیست آدرس بدین. اونم دلیلش اینه که توی کلاب ما میایم توی این قسمت، یعنی توی قسمت فایلز، اینجا این آپلود فایلز رو میزنیم و فایل خودمون رو انتخاب میکنیم که حالا من قبلا این کار کردم. این فایل که اسمش ترین هست اینجا اومده، اینجا حتما باید بیاد یه همچین چیزی که بتونید ازش استفاده کنید. توی کلاب پس من گفتم اینجا آدرس نمیزنیم، ولی توی جوپیتر که حالا من کد جوپیترش رو هم اینجا دارم، ببینید اینجا ما زدیم e2./train.csv ولی توی کلاب دیگه آدرس نزدیم دیگه چون اینجا آپلودش کردیم. خب پس بعد از اینکه لایبرری ها رو اومدیم فراخوان کردیم، لایبرری ها اصلی رو در واقع میایین دیتاتون رو فراخوان میکنین با pd.read_csv. این pd هم که همون که گفتم اگه ما از کلمه اختصاری استفاده نمی کردیم اینجا باید میزدیم pandas.read_csv. خب از این چیزا رد میشم چون اینا قبلا توضیح دادم. پس این train.csv رو اینجا فراخوان کردیم که حالا این قسمت براتون میزنه 10,999 تا ریکورد داریم و 12 تا فیچر که از این 12 تا فیچر یک فیچر که ریچ آن تایم باشه فیچر هدف ما یا همون تارگت ماست یا همون لیبل ماست. بعد از این حالا دیتا یک نگاهی باید انجام بدین، یک نگاهی میکنین مثلا این آیدی خب هیچ به درتون نمیخوره، باید حذف شه، کلا از ستونش حذف شه. و هاوس بلاگ رو داریم که اینجا ABCDF ای نداره، حالا باز اینو نمیتونیم ترتیبی بکنیمش چون هیچ ترتیب خاصی توش نیست، پس این رو فعلا نمیدونیم چی کارش کنیم. مود آف شیپمنت رو داریم که فلایت، شیپ اند رود که اینم باز نمیدونیم فعلا چی کارش کنیم، بالاخره ترتیبی نیست. بقیه عددی هستم چیزی که مشاهده میکنین، یک پردات ایمپورتنس و یک جندر هستش که اونا رو هم باید تغییرش بدیم که حالا اینا کار خاصی نداره. مثلا جندر رو میتونین 0 و 1 کنین، فیمیل رو بدین 0 یا میل رو بدین 1 یا برعکس. پروداکت ایمپورتنس هم چون حالت ترتیبی داره بالاخره مثلا لو از همه کمتره، مدیوم مثلا وسط، های مثلا از همه بیشتر، میتونیم بکنینش 0 1 2 یا مثلا 1 2 3 تو این مایا. حالا من کاری که کردم تو قسمت دیتا پریپریشن اول اومدیم آیدی رو با متد دراپ حذفش کردیم. این حتما باید اکسیز مساوی با 1 قرار داده بشه چون میخوایم ستون حذف بشه. اگه میخواستیم سطر حذف بشه اکسیز میشد 1. حالا این دیفالتش فکر میکنم خودش روی 1 هست، یعنی اگه ما دیرم نمیذاشتیم هیچ تغییر خاصی عملا نداشتیم. حالا برای اطمینان بیشتر اینو گذاشتیم. تو قسمت بعدی کاتگوریکال دیتا رو اومدیم اول یک با متد دی تایپس اومدیم گفتیم که کدوم ما آبجکتن یا
غیر عددی هستن انگار. عددی ها که مشخص اینتیجر گذاشته شده و غیر عددی ها آبجکت هم که باز غیر عددی ها پروداکت ایمپورتنس و گفتم یک پروداکت ایمپورتنس و جندر رو میتونیم با یک متد ریپلیس که این داخل کتابخونه پانداس هستش که دیگه نیازی نیست، چون ما دیتای ما خودش یک انگار پانداسه و دیگه نیازی نیست این پی دی رو بزنیم. از اونجایی که ما دیتا رو فراخوان میکنیم دیگه لازم نیست پی دی دات فلان بزنیم مثلا. پس اینجا ریپلیس میزنیم. داخل ریپلیس دو تا مؤلفه داریم. یکیش باید دیکشنری باشه که این بخشه که اون ستونی که ما داریم توی دیکشنری میاد قسمت کی قرار میگیره. حالا دیکشنری اگه سرچش کنیم متوجه میشین یک کی داره یه ولیو داره. کیش میشه انگار اسم ستون، اسم فیچر، ولیوش میشه اسم اون چیزی که داخل اون فیچر ما هست که قراره به یک عددی تغییر پیدا کنه که اینو به این صورت انجام میدیم و اون عددی که قرار جاش بیاد میشه انگار توی اون مؤلفه دومش. حالا اینجا ما 3 تا میخواستیم بزنیم، اینجا پشت سر هم زدم من دیگه. حالا شما میتونید مثلا اینو بکنید دیتای 2 بعدی بشه دیتای 3 مساوی با دیتای 2 دات ریپلیس. حالا من این کار نکردم، پشت سر هم زدم همه رو دات ریپلیس دوباره دات ریپلیس. اینجوری خیلی راحت تره، کدتون کوتاه‌تر میشه طبیعتا و خب هم خانه‌تر هم هست یه جورایی. خب این کار رو انجام دادیم. اگه دقت کنی اینجا پروداکت ایمپورتنس عدد گرفته، 012 گرفته. واسه جندر هم همین کار رو انجام دادیم که 01 گرفته. واسه ورهاوس بلاک و مدافشیمنت چون ما خودمون نمیدونستیم چی کار انجام بدیم، از یه متدی به اسم pd.getDummies داخل این getDummies دیتای 3 رو قرار میدیم که همون دیتای آخر ما باشه. پس دیتا 4 ما شد pd.getDummies دیتای 3 که این کاری که انجام میده در واقع ببینین دو تا ستون ورهاوس بلاک و مود آف شیپمنت رو به اندازه مقادیری که داخلش هستن واسه شون فیچر درست میکنه و فیچرهای 0 و 1 درست میکنه انگار. همونطور که مشاهده میکنین الان ورهاوس بلاک A B C D و F داریم اینجا که حالا اینا هر جایی که بودن عدد 1 رو گرفتن، هر جایی که نبودن عدد 0. و مود آف شیپمنت هم که گفتم فلایت داشتیم، رود داشتیم و شیپ داشتیم. این به این صورت انجام میشه. خب الان اینجا من اومدم اینا دیگه یک جورایی واسه قشنگی کارمون هستش، واسه درستی کارمون، واسه اینکه کارمون اشتباه نشه اون آخر، واسه این چیزاست. من اومدم دیتای فور و دات کالمز رو گرفتم، گفتم که اون ستوناش اسماش چیا هستن که اینطوری آورده به من داده و من ستونایی که داشتم ورهاوس بلاک A دیدم خیلی طولانیه، تغییر شدم ورهاوس A، ورهاوس B، ورهاوس C و الی آخر. مود آف شیپمنت هم که فلایت و رود و شیپ کردم، کلا تغییر نامشون دادم که بتونم اون کلمه‌شون کوتاه‌تر بشه، یک جدول ترتمیزتری ازشون بگیرم. دیتای 12 دات کالمز رو هم که باز اسمش تغییر کرده گرفتیم. حالا به خاطری که اون دیتای لیبل ما انگار فیچر لیبل ما دوباره بره اون آخر قرار بگیره و اون تنظیماتش درست از آب در بیاد، دوباره مجدد یک ری ایندکس از متد ری ایندکس استفاده کردیم، کالمز رو به ترتیبی که میخواستیم نوشتیمش. بر اساس همین چیزی که اینجا به ما داده، اینجا ما اومدیم به ترتیبی که میخواستیم اینجا نوشتیم و خب به این شکل در اومده و همون ریشان تایم که میبینیم آخر آورده شد. بعد از اینها میریم سراغ میسینگ ولیو ها. میسینگ ولیو ها باید حذف بشن چون که دیتایی که هستن مثلا داخلش وجود نداره، هیچ تحلیل خاصی ازش ما نمیگیریم وقتی خالی باشه. اینجا حالا خدا رو شکر من نداشتم و اگه داشتین باید بزنین از متد
از متد دراپ نه استفاده میکنین، یا از اگه خواستین یک مثلا یک چجوری میتونم بگم، یه دونه از ردیف ها رو حذفش کنین یا یه دونه ریکورد رو حذف کنین، از متد دراپ میتونین استفاده کنین، فقط با این تفاوت که اکسسش رو حتما باید به 0 قرار بدین. حالا اینجا من نداشتم خدا رو شکر، ازش رد میشیم. اوتلایر یا همون داده‌های پت رو ما اینجا با یک باکس پلات نمایش دادیم که ببینیم کجاها داریم. فقط نکته‌ای که در مورد داده‌های پرت وجود داره، مثلا ممکنه ما جایی که ببینین الان اینجا ما یک فیچر اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم ما 0 و 1 هستن و خب اصلا نیازی به رسم باکس پلات ندارن هستن که بخوایم مثلا رسمشون کنیم. حالا جدا از این حرفا خودتون متوجه میشین که وقتی دیتا 0 و 1 هستش ممکنه مثلا 1 یا 0 رو به عنوان دیتای پرت در نظر بگیره و این کار مثلا باعث میشه تک یعنی مثلا 0 کامل حذف بشن یا 1 کامل حذف بشن و کلا فیچر ما به درد نخور میشه دیگه طبیعتا. پس این خیلی به درد تحلیل های این مدلی نمیخوره. پس این حالا رسمش کردیم. از فیچر برای فیچرهای 0 تا 7 نیازی به بررسی اوتلایر نداریم چون همشون 0 و 1 هستند. میریم سراغ بعدیاش که این دوتا کاستومر که کاست و کاستومر ریتینگ باشن نداشتن. کاست آف پروداکت هم اوتلایر نداشته. پریور پرچیسز داشته ظاهرا. از 5 به بعد طبیعتا از 6 به بعد همه اوتلایر بودن. خب اینا رو باید حذفشون کنیم چون توی الگوریتما اختلال ایجاد میکنن و درست نمیذارن درست اونا پیش بینی خودشون انجام بدن. برای حذفشون باید اول این انگار بالا پایین اینو حد بالا و حد پایینش رو در بیاریم که حالا این متدش هم که بچه‌ها من یادم رفت توضیح بدم چون قبلا توضیح داده بودم، دات باکس پلات که بزنین این رسم میشه. حالا اگه بخواین مثلا دو تا از ستونای خاص رو بزنین باید از آیلاک استفاده کنین بعدش دات باکس پلات بزنین. آیلاک میاد انگار دو تا ستون خاص رو که ما میخوایم رو جدا میکنه و واسه ما رسم میکنه. حالا این به چه شکله ببینین دو تا مؤلفه داره. یک مؤلفه اولش انگار ریکورد ها هستن که ما همه ریکورد ها رو انتخاب کردیم با یه دونه 2 نقطه. متد اون انگار مؤلفه دومش واسه انتخاب ستون ها هست، فقط باید با شماره بهش بگین. شماره 8 و 9 رو میخواستم بهش بدم که از یه دونه کروشه هم استفاده کردم که اون دوتا رو بتونم داخلش قرار بگیره انگار. اینجا هم همینطور 10 رو گرفتیم، اینجا 11 رو گرفتیم که داشتیم. حالا بعد از این ما چارک اول و چارک سوم لازم داریم واسه دادای پرت که اینجا کوانتایلش همون 25% میشه چارک اول، 75% که چارک سوم میشه. پس یک دات کوانتایل میزنین، این اعداد رو میگیرین، بعد با استفاده از اینا یک LB یا همون حد پایین و یک UB و یه انگار حد بالا رسم واسهشون در نظر میگیم که الان اینجا حد پایینش خیلی به درد ما نمیخوره. ولی حالا خلاصه 1.5 و 5.5 در اومده. بالاتر از کمتر از 1.5 که خدا شکر نداشتیم. بالاتر از 5.5 ما ایندکساشو در میاریم میبینیم 1003 تاست. حالا من اینجا ترجیح دادم که ریکورد رو حذف کنم و فیچر رو حفظ کنم چون که خیلی فیچرام کم نشه دیگه، از فیچر استفاده کنیم. پس کمتر از 5.5 ما رو نگه میداریم با استفاده از این دیتا این انگار آدرس دیتایی که مثلا جایی که میخوایم رو بهش میده، همون ستون رو بهش میده. کمتر از 5.5 این دیتا یک میریزه داخل این و 1003 تایی اینجا هست شده شده. خب دیسکاونت آفر هم که ما زور باکس پلاتش رسم میکنیم، همچون که مشاهده میکنین یک مقدار زیادی هستن. دوباره میریم همون کاری چاک اول چاک سوم رو میگیریم و حد بالا شده 19 و 19 رو بالاتر از 19 طبیعتا میخواستیم. حد پایینش هم که اینجا منفی 5 بوده ولی خب در از صفره که حالا پایینش نیست اصلا عددی خدا رو شکر.
19 به بعد رو قرار حذفش کنیم که ایندکسش رو میگیریم، میبینیم 2000 خورده ایه. اینجا باز ترجیحمون این بود که کلا فیچر حذف شه و این کار رو هم انجام دادیم، فیچر رو حذف کردیم و دیتایی که موند برامون به این شکل. حالا بقیه رو هم رسم میکنیم، میبینیم که ندارن اوتلایر. بعد از اینا دادای تکراری رو گرفتیم که دوپلیکیت دیتا باشن. دوپلیکیت دیتا رو دیتای 2 و آخرین دیتا که ذخیره داشتیم دات دوپلیکیتد دات سام که ببینیم چند تا داشتیم. کل ما 0 بوده خدا رو شکر. اما اگه داشتین باید از این متد اگه اگه دیتاتون داشت باید از این متد مثلا حالا دیتای 3 مساوی با دیتای 2 دات drop underline duplicates از این متد باید استفاده کنیم. داخل ستونتون هم میتونید خالی بذارید. اگه اینو بخواین مثلا بر اساس یک ستون خاصی بره بگرده دنبال انگار اون دادای تکراری، طبیعتا باید اینجا اسم اون ستونه رو بزنین دیگه. حالا من اینجا خلاصه نداشتم، مثلا استفاده هم نمی کنیم. اینجا دیتای 2 رو من گرفتم و خب به این شکل هستش، چیزی که از آخر موند برم. خب اولین الگوریتمی که قرار شد بررسی کنیم الگوریتم KNN هستش. الگوریتم KNN یکی از الگوریتماییه که نیاز داره به فیچر اسکیلینگ و حالا همون نرمال سازی دیتا یا هم اسکیل کردن، هم مقیاس سازی یه جورایی بهش میگن، هم نرمال سازی، این چیزا پس لازم داره. واسه اینکه اول که اینو شروع کنیم باید اول یه ایکس و ایگرگی تعریف کنیم. ایکس و ایگرگ رو بر اساس دیتا فیچر لیبلمون رو کلا جدا میکنیم و بهش میگیم ایگرگ، بقیه فیچر رو هم بهش میگیم ایکس. بس به این شکل چیزی که در نهایت در اومد. حالا باید همه مقیاس سازی کنیم. اینجا من از برای همه مقیاس سازی از استاندارد اسکالر استفاده کردم که بیشتر از همین استفاده میشه معمولا. حالا نورمالایز هست دیگه، مین مکس هست، همه چی هستش. حالا زیاده 4-5 تا هستش که من باز قبلا گفتم بهتون 4-5 تا شو. الان این فقط از استاندارد اسکالر استفاده کردم که بدون فیچر، فقط فیچرهای دیگه‌مون غیر از لیبل رو انگار هم مقیاس میکنیم که اینجا یه تعریف کردم SC شده استاندارد اسکالر. x1 ما که انگار خود x نبوده، گفتم حالا میتونیم از خود x هم اینجا استفاده کنیم. sc.fit underline transform. این ترانسفورم حتما باید باشه، مگه باز وسط کار بخواید دوباره فیت کنید که این اگه بخواید دوباره فیت کنید دیگه ترانسفورم نیازی نیست. باز این بخشایی که میگم ریزه کاری زیاد داره، سوالی چیزی داشتین حتما بپرسین ازم. خب یه لحظه ببخشید. خب بعد از این که این کار رو انجام دادین، حالا باید دیتامون رو به x ترین و x تست و y ترین و y تست تفکیک کنیم که این باز با یه دونه متدی هست به اسم train test split که از کتابخونه ساکیت لرن میاد. باید از from skyline.model selection underline selection import کنید train test split رو. حالا باز اگه اینا رو نداریم باید اینا تک تک نصب بشه، اسکایلن باید نصب بشه حتما. برای نصب بشه اگه دوستانی که نمیدونن باید از این دستور استفاده کنین. دقیقا اینجا اسکایلن
learn بزنید و این حالا ران میکنید بدین شکل براتون نصبش میکنه اون کتاب خونه رو. خب اینجا ما ترین تست اسپید رو انجام دادیم. اینجا درصدی که میخواین بهش تست سایز بگین یا همون 7 که ما میگیم. توی قسمت رندوم استیت همین ما میدیم 0 چون که دیگه هر سری میخوایم این کار انجام بدیم نه یا تغییر انجام بده. رندوم استیت بالاخره یه بخشی رو میگیره جابجا میکنه و به صورت رندوم در میاره. حالا میتونین عدد بهش بدین، مثلا بدین 42 یا 40 یا عددی 50 60 یه عددی بهش بدین که بعد باز امتحان کنین که ببینین چه اتفاقی میفته. من اینجا 0 دادم برای راحتی خودمون. بعد از اینکه ترین تست انجام شد ما چون که میخوایم ببینیم که عدد کار رو چه عددی در نظر بگیریم که این یه عدد همسایگی داره بالاخره. اون عدد همسایگی رو ما باید درش بیاریم که ببینیم چه عددی باید باشه. اینجا باید ولیدیت کنیم. طبیعتا ولیدیت کردنم که باید امتحان کنیم ببینیم چه عددی بهترینش هستش. اینجا برای این کار باید از کتابخونه scikit-learn.neighbors ایمپورت کنیم k-neighbors classifier و حالا accuracy score هم چیز میکنیم که بدیم چقدر میتونیم جابجا شیم. انگار چه عدد به ازای مقادیر مختلف کا چه دقتی چه صحتی ما میگیریم. اینجا حالا من مس رو هم ایمپورت کردم یا جلوتر بهتون میگم چرا. کار رو داخل یه دونه لیست خالی میذاریم. اکیورسی هم همینطور. فقط از یک فور باید استفاده کنیم. فور یک حلقه است که ما اینجا ازش استفاده میکنیم که بعد بتونیم کاهای مختلف رو ببینیم چه اکیورسی هایی به ما میدن. پس از یک فور حتما باید استفاده کنیم. یه حلقه است. فور دستورش به این شکله که یک دونه کانتر داره به عبارتی که آی هستش. این کانتر داخل یک لیستی میچرخه که از اون لیست خارج نیست و اون لیست که تموم بشه کلا ازش میاد بیرون. که حالا اینجا لیستی که ما داریم از یک شروع میشه تا انگار این عدد 9996. بچه‌ها این عدد اینه. انگار تعداد ریکورد های ماست که ازش جذر گرفتیم. حالا mass.sqrt هم که مشخص شد mass چرا اینجا ایمپورت شده. انگار ازش جذر گرفتیم که بتونیم انگار عدد مختلف 100 میشه تقریبا دیگه. حالا 98 اینا میشه. کلاسیفایر رو تعریف میکنیم که همون که neighbors کلاسیفایر n neighbors یا همون تعداد همسایگیامون آی قرار داده میشه، همون تعدادی که میخواد بچرخه. چون نمیتونیم عدد بهش بدیم اگه داخل فور باشه بالاخره یک جای این آیه باید به درد ما بخوره. پس اینجا آی بهش میدیم که بره انگار چک کنه عدد یک چنده، بعدی مثلا بیاد بچرخه بشه 2، باز بشه 2 چند میشه 3 چند میشه تا عددی که 100 هستش برسه. کلاسیفایرمون رو فیت میکنیم میشه x ترین y ترین. پردیکت هم میکنیم که ببینیم انگار صحتش چند میشه. پردیکتش هم دات پردیکت میزنیم که x تست رو ببینیم چند میشه. اکیورسی رو هم اینجا داخل این قسمت بالاخره ما از اکیورسی ها که گرفتیم به جای باید استفاده کنیم دیگه. اینا رو باید بریزیم داخل یه لیستی. این لیست رو من اینجا خالی تعریفش کردم که اینجا با استفاده از متد اپند میام انگار اکیورسی ها رو میریزم داخل این لیست خالی که در نهایت ازشون استفاده کنم که ببینم کجا بهتر شده. کارو هم همینطور اپندش میکنم داخل این که چه چیزی اپند میشه داخل پرانتزه. اینجا الان چه چیزی اپند میشه داخل پرانتز. ببینید این اپند میشه. خب با استفاده از این فوره که اینجا به اتمام میرسه تا 100 میره و تموم میشه.
یک کا داریم که داخل یه لیسته، یک اکیورسی داریم که اونم داخل یه لیسته. ما اکیورسی رو میریزیم، کا رو هم میریزیم داخل همون لیسته که بوده. حالا اینو ما باید یه دیتا فریم ازش بسازیم. دیتا فریم میشه یه چیزی مثل این که حالا یه سرستونایی داره، اینم که انگار تعداد ریکورد های ما هستش. سرستون نامون اینجا با یک دونه دیکشنری، یک دیکشنری که یک کی داره، یه ولیو داره. ما کی رو میدیم اسم سرستون، ولیو ها هم میشه pd.series. اینو حتما باید استفاده کنید، چون اگه از خود لیست بزنین نمیفهمه که باید چی کارش کنه. یه سری انجام میشه، انگار لیست برعکس میشه یه جورایی. لیست افقی مثلا سریز میشه عمودی. بعد اکیورسی رو میریزین، کادو هم میریزین. بعد با استفاده از اینا یه پلات ما رسم میکنیم، یه دونه نمودار رسم میکنیم. دیتامون میشه همین df که اینجا یه دونه این اضافه کا اکیورسی و اسمش هم میذاریم validating کا. x لیبلمون کایمون هم که اکیورسی هستش. x مون هم که میدیم از همون یکی تا همین عدد رو میدیم بهش، همین یکی تا اون mass.sqrt 1996. لجند رو هم میزنیم که بهمون نشون بده و یک plt.show هم میزنیم. چیزی که به ما در نهایت نمایش میده یه همچین چیزی هستش. با توجه به این چیزی که میبینیم مثلا تو این نقطه ها تقریبا اینجاها مخصوصا بالاترین حد خودش بوده. حالا ما چون اینجا باز همون واضح نیست، باید این مقدار بازمون رو کوچیک کنیم که ببینیم اینجا چه عددی داریم. برای این کار من اومدم اینجا جداگونه بازمون رو کردم از 6 تا 40 کردیمش که اینجا متوجه میشیم که این نقطه بالاترین نقطه ما که عدد 26 27 تقریبا از توش در اومد. باز با این 26 اینجا neighbors رو میذاریم 26، میریم کلاسیفایمون رو فیت میکنیم، پردیکت میکنیم و کانفیوژن ماتریکس و اکیورسی رو هم ازش در میاریم. اکیورسی مون 65% تقریبا شده. کانفیوژن ماتریکس رو هم که اینجا داریم، پرسیژن ریکال با استفاده از کانفیوژن ماتریکس راست انگار در آوردیم. یکی پرسیژن میشه اینا، ریکال هم میشه اینو این، که حالا به این شکل که اینجا فرمولش هست نمایش داریم. این پرسیژن و این هم ریکال که اینا عددش به هم نزدیک باشه معمولا خوبه دیگه. ولی خب کلا اکیورسی ما چون بالا نیست خیلی نمیتونیم بهش اعتماد کنیم دیگه، باید از روش‌های بهتر از این استفاده کنیم. کی فولد رو هم اینجا داریم. حالا این عددش باید 10 باشه، من 20 گذاشته بودم. کی فولد همون 10 فولد کراس ولیدیشن هستش که باز من اینجا اینو ران میکنم چون 20 بود دفعه قبل، من شد 10. همونطور که مشاهده میکنید 62 و 1 صدم انگار استاندارد انگام انحراف از معیارش هستش. این تمومه. الگوریتم KNN اینجا تموم شد. فقط اینجا ما ولیدیتش هم کردیم که باز این رو هم داشته باشیم که باز بدونیم دقیقا چه عددی ازش استفاده کنیم. خب بریم سراغ الگوریتم بعدی، الگوریتم نیو بیس. خب الگوریتم نیو بیس هم یکی از الگوریتمایی هستش که حتما هم‌مقیاس سازی رو باز دوباره نیاز داره. پس دوباره همون کار قبلی که واسه KNN انجام دادیم رو هم اینجا تکرار میکنیم. اسپریتش هم که دوباره تبدیلش به دادای ایکس ترین و ایکس تست که باز دوباره مثل همون بالاست. فقط اینجا بحث که هستش از کتابخونه سایکید لرن دات نیو بیس import Gaussian NV. اینو حتما باید انجام بدین. حالا به جایی که اونجا زدیم مثلا K-nears کلاسیفای، اینجا میزنیم Gaussian NV و کلاسیفایمون رو میسازیم و فیتش میکنیم
داخل پرانتز گوسین بی هم هیچی لازم نیست بزنین. پردیکتش میکنین، دوباره ولیدیتش، برای ولیدیتش هم از کانفیوژن ماتریکس، اکیورسی، پرسیژن ریکال و دوباره کی فولدم که اینجا من دوباره 20 زدم، میتونه باید 10 باشه. اینم در اومد و همین، هیچ فرقی با KNN عملا نداره، همونه، فقط اینجا باید استفاده کنین که از جایی که کلاسیفایرش تعریف کنین فرق داره، بقیهش همه عین همه. نتایجش هم که متوجه میشین دیگه خیلی بد در اومده تقریبا میشه کلا 62 اونم 65 بود، خیلی چنگی به دل نمیزنه، خوب نیست نتایجش. حالا انشالله باز جلسه بعدی الگوریتم SVM رو هم با هم کار میکنیم، SVM و رگرشن با هم کار میکنیم که اونا رو هم فول باشین دیگه. جلسه بعدش هم باز الگوریتم ANN شبکه‌های عصبی دیگه، ببینیم چه شبکه‌های عصبی رو بهتون بگیم. امیدوارم که متوجه شده باشین. باز اگه سوالی داشتین من در خدمتتون هستم. فعلا خداحافظ.